دادگاه بین‌المللی جنایی از حکومت تاجیکستان رسما خواسته است که سبب بازداشت نکردن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را هنگام سفرش به دوشنبه شرح دهد. ولادیمیر پوتین از روز 8 تا 12 اکتبر سال گذشته برای شرکت در نشست سران کشورهای اتحاد دولت‌های همسایه اسنگ در پایتخت تاجیکستان قرار داشت. همکارم طاهری سفر این قرار را دید و پیش از برنامه از او جزئیات این سند را پرسیدم. در قرار دادگاه از ماه نوامبر که رادیو آزادی نسخه آن را روز 5 انور به دست آورد، از حکومت تاجیکستان خواسته شده است تا روز 3 دکبر سال گذشته توضیحات علاوه‌ای خود را درباره دستگیر نکردن ولادیمیر پوتین پیشنهاد کند. در این قرار آمده است کاتبات دادگاه برای اجرای امر بازداشت ولادیمیر پوتین با مقامات تاجیکستان چند بار تماس گرفتند و حتی ملاقات‌های حضوری هم داشتند. در جریان رد و بدل‌های دیپلماتی نمایندگان دادگاه سعی کردند حکومت تاجیکستان را به همکاری برای بازداشت ولادیمیر پوتین مایل کنند، اما در پاسخ حکومت تاجیکستان روز 25 سپتامبر سال گذشته به دادگاه کیفری بین‌الملل گفته است که این درخواست را اجرا کردن نمی‌تواند. تاجیکستان افزوده است که مقامات بلندپایه دو طرف از مسئولیت دیپلماتی برخوردارند و حکومت تاجیکستان به رضایت خود روسیه هیچ از مقام‌های بلندپایه را دستگیر کرده نمی‌تواند. وجه دیپلماتی دیگر تاجیکستان این بوده است که روسیه عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیست و مسئولیت پوتین همچون رهبری دولت حفظ می‌شود. برای همین با گفته مقامات تاجیکستان عملکرد کشور عدم همکاری با دادگاه بین‌المللی شمرده نمی‌شود. دادگاه کیفری بین‌المللی ماه مارس سال 2023 امر بازداشت ولادیمیر پوتین را صادر کرد چون او را به جنایت‌های جنگی از جمله اخراج غیرقانونی کودکان از منطقه‌های اشغالی اوکراین به روسیه متهم می‌کنند. از همکارم همچنین پرسیدم که قرار دادگاه بین‌المللی جنایی چه پیامدهای برای حکومت تاجیکستان و یا خود کشور در صحنه بین‌المللی داشته می‌تواند. تاجیکستان که آیین‌نامه روم را امضا کرده به دادگاه بین‌المللی جنایی و یا همان کیفری پیوسته است، عهده‌دار است که امرهای این دادگاه را اجرا کند. دادگاه مذکور جنایت‌های مدهش از جمله جنایت علیه بشریت به مثل نسل کشی و عذاب و شکنجه و قتل و کشتار و تجاوز را تحقیق کرده گناهکاران را به جوابگری می‌کشد. تاجیکستان اکنون یکی از اعضای دیگر این دادگاه بین‌المللی است که برای پذیرایی از پوتین و سرپیچی از بازداشت او تحت فشار قرار می‌گیرد. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که تاجیکستان دانسته از اجرای عهده‌داری‌هایش سرکشی کرده است، پرونده کشور را برای بررسی به انجمن کشورهای عضو دادگاه می‌سپارد. هرچند این انجمن حق یا قدرت جاری کردن تحریم اقتصادی یا چاره‌های دیگر به ضد تاجیکستان را ندارد، اما می‌تواند با اظهارات رسمی عملکرد تاجیکستان را همچون زیر پا کردن قانون‌های بین‌المللی محکوم نماید. عین زمان فشار سیاسی دیپلماتی می‌تواند به مناسبت‌های تاجیکستان با کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای عضو تأثیر منفی رساند. در موردهای استثنایی ممکن است پرونده تا به شورای امنیت سازمان ملل کشیده شود، اما در مسئله ولادیمیر پوتین که رئیس جمهوری یک کشور عضو دائمی شورای امنیت است، این مسئله پیچیده و هم ظاهراً عملی نشدنی است.